چرا نمیتونم موقع مدیتیشن تمرکز کنم؟ این یکی از بزرگترین مشکلات تمام بچه‌هایی که مدیتیشن میکنن و خب خیلی هم سر این که نمیتونن تمرکز کنن و در نتیجه نمیتونن نتیجه خوبی از این مدیتیشن بگیرن، مدیتیشن رو میذارن کنار و میگن که خب بیفایده است و خرافاته و از این داستانا. در صورتی که اونا فقط بلد نیستن مدیتیشن کنن و خب شما هر چقدر تمرکزتون توی مدیتیشن بالاتر باشه، نتیجه‌ای که میگیرین خب 100% بیشتر میشه. حالا چیکار کنین؟ روش‌ها خیلی زیادی وجود داره، اما یه روش که برای خودم خیلی نتیجه میده وقتایی که من دارم با یه راهنما مدیتیشن میکنم، نه تنها اون چیزی که اون داره میگه رو تجسم کنم، بلکه تک تک کلماتی رو هم که میگه رو با خودم تکرار میکنم. شما وقتی تک تک کلماتی که راهنماتون داره میگه رو با خودتون تکرار کنید، دیگه مغزتون زمانی نداره برای اینکه بخواد به موضوعات دیگه فکر بکنه و شما حواستون پرت بشه. همین. اگه که دوست دارین مدیتیشن بکنید، کانال منو سابسکرایب